تو به ما گفتم که همین درخت‌ها بالا بشی گوشت تو به همین شاخه‌ها باشه غلط‌تر داره هیچ سل نمی‌کنی همین درخت که نازک خورده چی رقم غلط‌تر داره نستی تو خود تو ما هم نرم کردی خود خورم واقعیش غلط‌تر داره ده دفعه تو ما بجو بس که تو شوخی کی با تو گفت تو همین درخت بالا شد باخر بزنم تو واقعیش بابا جو واقعیش غلط‌تر داره کانی برسیدی بابا صبر کانی برسیدی آن صبر کن واقعیش بابا جو بابا جلجلک نخور جلجلک نخور بابا کم پیش بشی بابا که باز واقعیش بابا نه دست نزنی بابا دست نزنی رفتی تا کنک نخوری بابا واقعیش واقعیش بابا من هی بابا من رنج کردی واقعیش واکن منم گیلک واقعیش بابا من بابا نگه بابا واقعیش بله چه کار شده؟ تو خیریت بخیری واقعیش بابا امروز برای باغچه خواه بالا شده بس همین درختایی که ما 4 سال 5 سال نمیشه که همین درخت‌ها باشن شاخه از این پاس خورده میته افتاده رو به پی انا ما چون پا از بشکسته بگشته چه کار شده کوکو هستی بیایم بله هستم شما می تک زحمت بکشین بیایم من پشت در باغچه خوب پشت باغچه من از این بر مدارمو میکنم وا کنه من میارم بگیم خیلی به عذابی کمی تقیق میکشه صبر کن میریم بابا انا حرکت بله پشتش پیش بلشیالیه پیش بلشیالی انا از این بر میام بیا وا کنه در باغچه واقعیش بابا غلط‌تر بری بابا خیلی بابا عذابی خیلی کزیدی پیش بابا بریمش بابا شکسته با نره برسیدیم بابا چوباش بابا بیاین گریه نکنم بیاین غلط‌تر بابا چه کاره؟ مشتری چی؟ مشتری لنگ شکن تو هم فکر نمیکنی که ساعت 4 مردم بخوانی مقداری مشتریه بابا دیگه گناه داره تفلک ریق میکشه بخزیم بابا آنه تفرقون استاده بیارم آورده بیار دگه من اخره بیدار که با بیارون چی داره دگه صبر کنید لالا خود شما بگیرم صبر کنید صبر کنید نه با سر پا خود رفته نمیتونه نمیتونه نه لالا فرقونه باشه که اینجا بگذارم به بغل خود ترک کنم دیگه مگاری صبر کن لالا دست خود بنده بابا گردن من واقعیش بیا همینجا بشی استاست که بشی بابا استاست بابا من استاست بشی بابا استاست بشی همین پایه خوبه کمتر مفسیدی کنی بسر درخت ها بالا شیم الیار بکنی زردیال ها مردم بکنی چه کاشی از کجا افتاده؟ آقا سلام علیکم خیریت بخیر بخیر خوشی امروز با هم خونه من نبودم به شهر رفته بودم خوب کام یک چیز میزیم خونه بستونم کلیر ازم در خونه برداشته برفته در باغچه رو کرده بالا شده به دیوار به درخت بالا شده درخت الو ازم سر درخت افتاده به پیر افتاده بابا جون بریم چیزو دیگه با خدا راست کو ماما دست نزنید کجا جایه؟ باز کو دست خو بر کو پختر است کو رو خو به طرف مکو گردن خو به طرف مکو گردن خو به طرف مکو که سیل نکنی تو خاطر میترسی رو خو به طرف مکو رو خو به طرف مکو تو دست کو خودت نمیفهمم رو خو به طرف بابا صبر کنی پای روار کنم میگم آور کو دیگه پای واقعیش بابا جو نه قیق نکش دگلا قیق کشی بدتر میشه بگی واقعیش نکن تو نکن صبر کن کش واقعیش مالا جو یک دقیقه چوب واقعیش جو الله جو
خیره بریم چوباش چوباش وقت مالا جو وقت پیق نکش گله تیار رستش پایو سب وقت مالا جو الله جو خیر بینی خیر انا پیق نکش همی طرف بابایی نکش دیگه الله جو بابا مالا جو تو الله پاخ درست کن که پاتو بسته کنیم دیگه وقت مالا جو وقت یعنی چی؟ شب کلونه بدیم بابا دیگه الله وقت یک دقیقه بابا یک وقت دقیقه مالا جو یک دقیقه بابا یک دقیقه الله جو پاتو به جای افتاده پاتو به جای افتاده خوب شو پای به جای شب افتاده دیگر بدیم بابا الله جو بابا خیره بریمه خیره بابا جو خیره بسته کش میگم نکو بمی شاخا والا نشو وقت بابا جو وقت خیره هانی خلاص شد. وقت مالا جو بابا وقت خلاص تیار پاخ درست کنیم بخور یلا کن وقت سب یک دقیقه طاقت کن ما میتونیم چوباش خلاص 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 تیاره خلاص والله میکنی ولی با مگه بس زندگی خود مسئله کنه خیره دیگه چوب کنه خلاص گریه نکو دیگه گریه نکو دیگه گپ خلاص خلاص دیگه چوباش گریه نکو بگیریم بابا دیگه یاد داریم چیکار کنیم ریزه دیگه بابا جو گریه نکو بابا دیگه گپ خلاص شد دیگه الله جو بابا آمین خدا جو بابا درد نکنه لکنک پاخو لکنک کلا دیگه وقت بابا دیگه تو نمیکنن نه دیگه نه دیگه خلاص شد دیگه گپ خلاص شد پاچیر بابا بالا کشین دیگه سید نکو تو طرف ما سید کو گریه هم نکو چوباش دیگه همون تخمر غربه دی بکر تا خلاص شد دیگه بابا بابا درد نکنه گپ خلاص شد دیگه بابا بس که بگذار کان دیگه بسته کنم خلاص شد بابا گپ خلاص شد دیگه هانی خوب پای چرم کو چپ کن وقت بابا جو چوب کن خلاص شد دیگه بابا درد کنه خلاص شد دیگه تو خلاص دیگه گپ چوب کو دیگه خدا جو دستش چوب کن خلاص شد دیگه خلاص شد دیگه چوباش خلاص بچین چوباش چوب چوب میشه الان بس شده بس کن رو خی طرف مکو تو اگه سیل کنی با بیشتر رقیق میکشی رو خود طرف مکو چوباش بابا بگی شال رم کم بپیچم دیگه تو بشی به درختا ولاشی بابا کچلو رو بگیریم بابا بگیریم بابا این بگیریم که نفته این دیگه نمایی نه پازی بابا چکار شده این به درخت الو بالا شدی که الو بکنه من بابا فهمال چکار شده بگیش ری بود خب شکستن نشکسته بابا یلا کوکا بابا یلا نه بسته که نلخشی اولش کوکو خرابه که به مکتب هم میره نره دیگه 2 روز دیگه خب دیگه ولی ما رخصتی تا 2 روز که خوب میشه دیگه نمیشه پیشدیم بابا بسته کارخونه مالی و میبنده وقت بابا تو باش دیگه غیق نکن باسته وقت الله جو بابا خیره دیگه خلاص شد دیگه چوباش وقت بابا گپ خلاص دیگه چوباش بابا آن خلاص شد بخیر گیرم ما این بابا نه دیگه بابا باش یکی بسته کنه میشه کج خاله چه ده خاله تخته بود یعنی خوب بود اگه تو لوک که میشه خب این با کیف تا حساب کنم کنم بدیم بالا با کیف تا کنم همین تول میداریم خود شما میگذارین تا فرقون شما بگیرین کی با تا این فرقون 4 روزی آه شش نم لگا تک بزی نکنه پا خودم جمع نکن پا تو از اینجا جمع میشه از اینجا زیر زانو جمع میشه ای بر نمیشه میگم یک کردگان نمیشه بله. بکنیم این تا یک دست خمی میگیرم از این برای یک دست خیر بخوریم با تا هم بر خود شما تیار ما میکنه میتونیم حساب خور بدین حساب بدین چنده بابا 600 600 صدریف مرات میگم 500 بدین لالا ما غریب کاریم چیزی مراد مار خیره بکنیم 500 بده ولی این بچه بگفتن آنی
بگیریم ما با کسی خیلی ایرانی ما این داخله بدین دستم باشه بگو بی با پا خبره با کیف تا کنه کیف تو خوب دیگه کامل نمیشه میگم تفو کی پا خودم ما بده با خود درست کن با خود درست کن فرمون نمیجه وای با خود درست کن وقت بامن نه ایجا پینیه دیگه صابه فکر نکش ماما وقت جانش بابا فکر نکش ماما باید ممتازم بار بخوریم خیر بینی خیر بینی واقعا بله سلام علیکم علیکم سلام خوبه جانجور اول خوبه بیلاکی اشتنی شتن جانجور خیریته ماما با خونه یا پیرمه آه. ها یا الله بگو چه کار شده شما نه فهم از روی اسب افتادم ارو اسب افتادن گردن شما بشکستن ما چون بشکسته چی صدای بکرد نمیفهم بخول صدا کن آه هستم ها بیایم بابا بیایم یا الله ها یا الله بیایم یا الله بیایم بریم از باغچه پشت بیایم ها بابا بابا چه کاره؟ یک دقیق میکشی لالا گردن اینا ما چه کار شده خویانه چه کار کنم؟ جم کشم مرا پاخ میکنی تو کس خود کش نداری کشم اینجا بیا بیای میشینیم لالا اشتنی علیکم خوبه شما خیریت خوبه گردن خود شور نده بشیم اینجا سعی کنیم بابا چه کار شده چه کاره؟ راست سویری میکردم اما افتادم روی اسب مر بزد زمین زد نمیفهمم تو بزگری بند صدای کدی بکرد نانه بسته کردی گفت تکون نخوره گردن تو خل داد اوه گیلک جان وقتی گردن دکان که مساج دی بخی گرم من کامر میگیرم دست عزیز ظالم نده که شاگل مرده این چی میفهمه آی آروم خیره تا دست خود پس کنم آروم گیلا اوه پس کن من اسب سوار نمیشم میفروشم الله بدتر کردیم پس کن سر خود تاپ خود گلو سر خود بلا کن بکش من الله شونه منه خود شونه گردن دیگه شونه گردن شدی تو گردن تو یلا کو دست خپاس کو شونه گردن شدی تو صاحب کو صاحب کو چیز صاحب کو شونه گردن شدی لالا دیگه گناه مکنیه پس کو دست خود پس کو گیلا مساج ایتم مساج این ماساژ چی میفهمه چی آی تیار شد خوب شد آی نه کشتگه الله خدا آی چه کاری شونه گردن شده دیگه بابا کو شما میفهمید دیگه مساج بده آره خوب شد خوب اگر نمیتونه دیگه کجا افتاد خوب شد بشی به جان افتاده بابا صبر کنید بشی تیار شد تو بسکه تیار شد دیگه خوب شد بکن صبر بالا کو انا خب تیار میشه لالا شونه گردن شده نه اوه شونه دن تمام آی شونه بس آی خدا تیار شو اوه انا لك ما مساج صبر کن
الله چه کاری کنی دیگه گیلا که چی مکان پاکشتی مال بابا لا نیه یقین شونه گردن شده لالا لالا مال بابا لا یقین دخل مال بخونی نخدی چه کار میکنی بابا بابا صبر کنید که من میترسون بابا بابا بخزی بابا دیگه چکار شد بخزی بابا نه مادام